السلام علیکم هموطنان عزیز، مخلصان قدردانم. مادر میگید، مادری کلانه زمین، مادری خودتان. این بعد از آفریدگار مادر آفریدگار است، پدری مهربان. برای همین از صمیم قلب از نام خودم، از نام همه هنرمندان، مادران عزیز، خواهران عزیز، دختران عزیز، نبیرهای عزیز را تبریک میکنم. تنی صحت، خاطر جمع، دلی بیغم، عمری با برکت نصیب عطا گردد. روز دختر، مادر، پسر، مادر ناتاب میشن، بیمارخانه میبرن. طبیب به پسر میگن شما بیرون استید. دخترشان و مادرشان وقتی که طبیب میبینن میگن مادر، و دخترشان میگن که بعد از همه معاینه میگن که مادر کم وقت مونده است. دخترشان یک بار گریه کرده چرا بیمار هم میگن که این خیلی وفات میکنن وقتی که برگ ها میافتد از درخت. پسر از بیرون از دالان میفهمد این گپ نزده میرن مادر خانه و خواهر. پسر چند روز و چند شب تمام خانهش بدگی درخت های برگش با رشته میبندد که برگ نافتد مادری من وفات نکند. مادرها وفات نکنید تا مادرها باشتان. مادر باسواد باشد ملت باسواد میشد، پدر باسواد باشد عائله باسواد میشد. مادر جانای عزیز دایم زنده باشتان، دایم همراه ما باشتان. هیچ وقت اشک غم نریزینتان، از شادی اشک شادی ریزتان. بار دیگر تبریک میکنم از نام تمام فرزندان.